این روزه کلا مد شده. دیدی فلانی زایت کرد، دیدی زایه شدی، دیدی جلوی فلانی کم آوردی. انس رضی الله عنه میگه که با رسول الله علیه السلام داشتم میرفتم. رسول الله عبای پشمی نجرانی تنش بود که لبه زخیمی داشتیم میرفتیم که یک شخص بادیه نشین، کسایی که تو بیابون زندگی میکنن، از پشت اومد و عبای رسول الله رو به شدت کشید. انس رضی الله عنه میگه که به گردن رسول الله نگاه کردم، از شدت کشیدن اون عبا اثرش بر گردن رسول الله بود و گفت ای محمد از مال خدا که پیشته به من هم بده. انس رضی الله عنه میگه که رسول الله نگاهی بهش کرد و خندید و گفت بخشی به او بدهید. این بود اخلاق سرور بشریت محمد مصطفی. ولی ما چی؟ کلن برعکسشو داریم انجام میدیم.